در بحث آلودگی هوا، یکیش بحث استانداری تهران و مدیریت سازمان ذیل شما هست. یه انتقاداتی مطرح میشه که در استانداری تهران در جلسات معمولا نگاه افراد دیگه و سازمان‌های دیگه در بحث تعطیلی‌ها، اعلام تعطیلی‌ها و اینها نادیده گرفته میشه و به نوعی شما شخصا تصمیم میگیرید که آقا تعطیلی بشود نشود و در ساعت خاصی اعلام بشه. این رو هم اگه فرآیندش برامون توضیح بدید. کجا مطرح کردن تو بس؟ حالا تو شبکه‌های اجتماعی اینا مگه بودن تو جلسه؟ نه، از افراد داخل جلسه نشین. کدوم جلسه باید بگن که همین جلسات برای تعطیلی. نه میگم مشخصا منبعش بگید، چون تو چیزی اصلا صحت نداره تکذیب بکنید. چجوریه دکتر؟ اگر کسی شما چیز کرده بگید کدوم دستگاه بوده که ما بدونیم حداقل. چون ببینید ما کارگروه استراحت طبق قانون مشخصه، اعضاش مشخص هستن و بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که از کارگروه تشکیل میشه. خب نظر هواشناسی است که از قبل باید اعلام بشه بر اساس وضعیت‌هایی که هواشناسی اعلام میکنه. مجموعه دانشگاه علوم پزشکی که به نمایندگی از دانشگاه‌های تهران فعلا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، معاون بهداشت حضور پیدا میکنه و نظراتشون رو اعلام میکنن. طبق خب اعضا هم نظرات خودشون رو اعلام میکنن. منتها تصمیم گیری بر مبنای قوانین و ضوابط هست. بنا نیست که یه دستگاهی بیاد یه نظری بده بر تعطیلی و اون نظر غالب بشه. همه اعضا نظرات خودشون رو میدن، طبق قانون جمع‌بندی میشه و نظر نهایی با استانداری. نظر نهایی بالاخره بر اساس ضوابط چارچوبی است ان شاءالله اعلام میشه، یا توسط خود رئیس کارگروه یا توسط دبیر ابلاغ میشه.